مسئله گموشوی گران ارزش موضوع میگیم اما خودش هم گران ارزش موندگی نیست. من اگر کدوم تقمه ماشین گیریم در اصل میبینیم میگی حواس میکنه میبینیم میگی که این ماشین در حقیقت مثال گران ارزش است که در بازار رفته بینی نرخ گران هم نداره. هم تقمه برای که اکثریت ماشینایی که به ما وارد میشود من خیلی تغییرات لول دور شد اگر در آینده تاثیر نکنه اکثریت ماشینایی که در قبلا استفاده بوده 10 سال استفاده بوده برای اون تا گران ارزش نیست. هم متاسفانه من بعضی ایراد میگیرن ماشینایی که در نزد دوره بازار دوره میشن بنجا من فقط یک فرماندار خودی مقامات یا اندازه دیگر ساختاری دولتی نیستم در اونجا من شهروندان اند تشمیل مسائل قانون در میورن مشروع بیان که موجود بود نسبت این مسئله من وابسته به سخورشوی داخل حکومت میون دوستان ایرادی که دیگر میشن ما توسط کار میکنیم البته پیشگیری میکنیم کوشش میکنیم که خدمت شرطی باید من خیلی سرور نکرد خیلی متاسفانه کمبودی هست من اول گرفتن چی گرفتن خیلی باز بتیسم در کدوم پیش نیازی دولتی مقام دولتی ماشین نیست به ماشین هم نمیشه من فکر میکنم که در این پرابلم رو من واسه با اون من سپورشوی کشید ما جمهور دوستان تنظیم آنها رسم اینو باز کنیم دوره به دوره ترتیب میکنم خدمت‌های دولتی هم کوشش میکنیم که در چارچوب قانون زندگی فعالیت کردن